بریم سراغ ادامه آزمون ماز 17 مهر ماه 404. میگه در خصوص حرکات منظم لوله گوارش کدام عبارت درسته؟ میگه هر دوتاشون در اندامی حاضر در قفسه سینه دیده میشوند. بچه ما قطع قطع کننده رو فقط در روده باریک میبینیم، پس یک غلط. روده باریک هم تو قفسه سینه نیست. 2. فقط در یکیشون بخش منقبض شده در پشت توده غذایی دیده میشود. خب ما در قطع کننده هم پشت توده غذایی انقباض میبینیم، تو کرمی هم میبینیم، پس فقط در یکی نیست. 3. در هر دوتاشون گشاد شدن لوله گوارش نیازمند تحریک یافته‌های عصبیه. یه دقیقه به این جمله دقت کنین، این برعکسه. یعنی تحریک یافته‌های عصبی نیازمند گشاد شدن لوله گوارشه. اول توده غذایی میاد وارد میشه، لوله گوارش گشاد میشه، بعد تحریک اتفاق میفته. توی تستا و تو گزینه‌ها حواستون باشه یه چیزی رو جابجا بهتون نگه، گزینه رو اشتباهی نزنید. 4. فقط تو یکیشون بخش در حال انقباض بین بخش‌های قرار داره که انقباضش پایان یافته. تو قطع قطع کننده می‌دیدیم دیگه، دو طرف که منقبض شده بودن میرن تو استراحت، بعد وسطشون منقبض میشه. پس 4 درسته، فقط تو یکیشون اینجوریه. در ارتباط با یافته‌های قرار گرفته در نیمه فوقانی و تحتانی غدد معده کدام عبارت درسته؟ باز دوباره توی پرانتز اومده توضیح داده که آقا نیمه فوقانی و تحتانی مرزشون رو بگیرید، این پایین ترین یافته‌های کناری. میگیم خب باشه. پایین یافته‌های کناری یعنی تموم میشه یافته‌های اصلی، بالایش هم میشه ترشح کننده ماده مخاطی که بینشون هم کناریا بودن. پس این میشه فوقانی، این هم میشه تحتانی. کلا این لفظای فوقانی، تحتانی اینا جدیدن توی ادبیات تست ها بیشتر داره استفاده میشه. میگه تو نیمه تحتانی یعنی پایینی دورترین یافته‌ها از حفرات معده در جلوگیری از ایجاد کمخونی نقش دارد. کی در جلوگیری از ایجاد کمخونی نقش داشت؟ کناریا بودن. پایین ترین یا دورترین یاخته هایی که تو تحتانی هستن بچه اصلیان، این اصلا نقش نه، پروتئاز ترشح میکردن. 2. فرمانترین یاخته ها در نیمه فوقانی که میشن ترشح کننده ماده مخاطی با تولید نوعی ترکیب قلیایی لایه ژله‌ای حفاظتی رو قلیایی میکنن. بچه اینا بیکربنات ترشح نمیکنن، اینا فقط ماده مخاطی ترشح میکنن. داخل غده که داره اسید ترشح میشه، اون بغل یاخته هایی که لابلاشون دارن اسیدهای سیل ترشح میکنن، اگه این بیاد بیکربنات ترشح کنه که خنثاش میکنه، اصلا بیفایده میشه. 3. یافته‌هایی که در روند تبدیل پیستازهای پروتئاز معده به پپسین نقش دارن یعنی کناریا، همشون در نیمه تحتانی قرار دارن، نه دیگه، همشون در نیمه فوقانی هستن. 4. سطحی ترین یافته‌ها در نیمه فوقانی با یافته‌هایی در تماسن که همگی در ساخت لایه ژله‌ای نقش دارن. یعنی داره میگه با اون ترشح کننده های ماده مخاطی، اونا با یافته‌های سطحی در تماسن که میگیم بله درسته، گزینه 4. سوال 23. با توجه به مطالبی که درسی کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ به طور معمول در یک یافته گیاهی برای ساخت جای خالی نسبت به جای خالی به فسفولیپیدهای کمتری نیاز هست. حواستون باشه کلا وقتی یه یافته گیاهی میندازه تو گزینه‌ها یهو امکان داره یه چیزی برگرده بگه که این گیاهیه باعث درست یا غلط شدنش بشه. پس دقت بکنین یادتون نره این گیاهی بودن رو یه بولدی بکنید. خب 1. اندامکی که کارش ساختن پروتئینه. گفتم کی کارش ساختن پروتئین؟ رناتن. کی نقش داره کمک میکنه؟ میشد زبر. خب این اصلا بچه‌ها رناتن یک اندامه که بدون غشاه، فسفولیپید کمتر چیه؟ کلا فسفولیپید نمیخواد. 2. خارج ترین کیسه اندامکی که در بسته‌بندی. کی تو بسته‌بندی نقش داشت؟ گلژی. بچه‌ها گلژی این شکلی بود که خارجی ترین کیسه و داخلی ترین کیسه، حالا من خیلی دیگه اغراق شده کوچیک کشیدم، کوچیکتر از وسطیه بود. میگه خارجیه فسفولیپید کمتری نسبت به مرکزیه میبره. این درسته، اگه شکل کتابم ببینید متوجه میشید. 3. قشای داخلی اندامکی که در مصرف اکسیژن و تولید کربن دی اکسید نقش دارد یعنی میتوکندری بچا قشای بیرونی صاف بود، قشای داخلیش چین خوردگی به سمت داخل داشت. خب حالا قشای داخلی با چین خوردگی به نظرتون بیشتر فسفولیپید میخواد یا بیرونیه؟ معلومه داخلی، ولی این دقیقاً برعکسشو گفته. 4. اندامکی که در ساخت انواع لیپیدهای غشایی نقش دارد. دیدی گیاهیه به درد خورد. چرا آقا؟ برای اینکه در یافته گیاهی ما فقط طبق کتاب درسی شما فسفولیپید داریم، کلسترول دیگه نداریم، پس انواع لیپیدی وجود نداره. پس در نتیجه اینم غلطه.
بریم سراغ 24. در فردی با رژیم غذایی پرکلسترول سنگی صفراوی ایجاد شده. ای بابا. کدام مورد درباره پیامدهای احتمالی این سنگ درسته؟ میگه اگه به روده باریک برسه پس از خروج از کبد در ابتدا به سمت چپ متمایل شده. این دیگه خیلی ریزه، یعنی یه نکته خیلی ریزه که مثلا تو کتاب اگر تو شکل نگاه بکنین خوبه یه باری همچین چیزایی رو ببینه. این وقتی میخواد از کبد بیاد بیرون این مجراه اتفاقا میپیچه یه ذره به سمت راست و میاد پایین. خب شبیه تابع ایگرگ مساوی با x شده این تیکش. اینجوری گفتم که یادتون بمونه ها. خب بنابراین این که میگه به سمت چپ غلطه، به سمت راست اتفاقا. ولی حالا فرض کنید اصلا شما نمیدونستین گزینه درسته یا غلطه. اوکی هولدش کن، نگه دار، بریم گزینه 2 رو بخونیم. شاید تو بقیه گزینه ها جوابو پیدا کردیم. گزینه 2 چی میگه؟ میگه اگر ورود پروتئاز غیر فعال به روده باریک رو کاهش دهد، یعنی بره اونجایی که این دوتا مشترک میشدن با مجرای ترشحات پانکراس، اونجا درون مجرا پایینیه قرار داره، بعد دقیقاً تو پایینیه با هم یکی میشدن. دیدی 2 خیلی خوشگل خودشو درست نشون داد. پس دیگه اگه یکم تو شکل قد نکرده بودی تأثیری نداشت، نباید حالت بد بشه یا یه چیزی میگی وای من اینو یادم نیست، ندیدم، دقت نکردم فلان اینا. تو 2 تونستی به جواب برسی. ممکنه حضور آن در کیسه صفرا باعث کاهش توانایی خروج آنزیم‌های گوارشی بشه. شرمنده، من دیگه این چیزا تو پاچم نمیره. اصلا کیسه صفرا آنزیم نداشت، صفرا توش آنزیم نبود. 4. اگر محل اتصال مجرا به کیسه صفرا قرار بگیره، خب ورود نمک‌های صفراوی به روده متوقف میشد. اینم غلطه. من یه توضیح بدم بچه‌ها. ببینید صفرا رو کی میسازه؟ کبد. کجا ذخیره میشه؟ تو کیسه صفرا. خب چرا اینطوریه؟ چرا کبد همون صفرایی که میسازه رو مستقیم نمیریزه تو روده باریک؟ به خاطر اینکه بچه‌ها این صفرا ریز ریز و کم کم ساخته میشه، میره تو کیسه صفرا جمع میشه و وقتی که نیاز صفرا بیاد، یعنی وقتی که کیموس داره از معده تخلیه میشه، با انقباضی که به وجود میاد یهو صفرای زیادی وارد روده باریک میشه. پس حالا اگر جلوی کیسه صفرا بسته بشه و دیگه نتونیم این صفرایی که کبد میسازه رو وارد کیسه صفرامون بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ هیچی، هی ریز ریز چیکه چیکه میاد میریزه تو 12. پس ورود نمک صفراوی به روده متوقف نمیشه، فقط چیکه چیکه میشه. بیفایده است، چیکه چیکه اومدنش به درد نمیخوره. اون موقعی که کیموس میاد بعد یهو خارج بشه. بریم سراغ 25. مطابق با کتاب درسی مولکول‌های دنا در دوران جنینی انسان نسبت به زمانی که اندام‌ها تشکیل شده‌اند چه مشخصی دارند؟ بریم چه خبره. 1. آنزیم‌هایی که در همانندسازی آنها شرکت می‌کنند دارای تنوع بیشتری میشن. نه، آنزیم‌ها همونن. فرقی نمی‌کنه چه در دوران جنینی چه در دوران دیگه، آنزیم‌ها همونن واسه همانندسازی. 2. میگه از روی اینا رشته‌های پلی‌نوکلئوتیدی بیشتری در طی همانندسازی ساخته میشن. آقا یعنی چی؟ مگه دنا همون یه دونه نیست؟ چه فرقی میکنه؟ نه دیگه، دقت کن. ببین اگر قرار باشه این دنا در حالت جنینی باشه، این هم دنا در حالت غیر جنینی باشه، در جنینی چون تعداد نقاط آغاز همانندسازی بیشتره، خب مثلا این یکی، این دوتا، این 3 تا، این 4 تا، این 5 تا، خب هی تیکه دنا داره اینجا ساخته میشه، اینجا 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 و اینجا. ولی در غیر جنینی مثلا 1 2 تا 3 تاست کلا. خب این میشه 1 2 تا 3 تا 4 تا. خب اینجا 4 تا تیکه داره ساخته میشه، اینجا چی؟ 6 تا تیکه داره ساخته میشه. پس از روش رشته های پلی‌نوکلئوتیدی بیشتری داره در طی همانندسازی. نمیگه پس از همانندسازی، نه، پس از همانندسازی که کلا از روی دنا یه دونه ساخته میشه میره کنار، ولی تیکه تیکه هاش بیشتر میشه. پس این گزینه درستیه، خیلی گزینه خوبی هم بود، کیف کردم. 3. در هر زمان از همانندسازی آنها تعداد ساختارهای وای مانند کمتری قابل، نه دیگه بیشتره دیگه، چون تعداد آغاز بیشتره پس وای ماننده یا دوراهی همانندسازی بیشتری هم میبینیم. 4. مدت زمان مورد نیاز برای همانندسازی رشته‌های پلی‌نوکلئوتیدی در هسته آنها افزایش میاد. نه دیگه، مدت کاهش پیدا میکنه، سرعت افزایش پیدا میکنه. این دیگه مال فیزیکه دیگه، که وقتی سرعت زیاد میشه مدت کمتر میشه. بعد اصلا شهودی هم قابل متوجه شدن هست دیگه، وقتی گاز میدی سرعت بیشتر میشه زودتر میرسی دیگه. 26. مطابق با اطلاعات کتاب درسی گروهی از زیستشناسانی که در حوزه مهندسی ژنتیک فعالیت میکنند به طور همزمان از عنکبوت و بز استفاده کردند. بله، کدام مورد درباره پژوهش‌های این زیستشناسان نتایج آن درست است؟ بریم ببینیم چی میگه.
گزینه اول داره میگه پروتئین ساخته شده در عنکبوت از شیر بز هم استخراج شد. آره ببین کاری که کردن چی بود؟ اومدن اون ژنی که تو عنکبوت بود و اون پروتئین رو میساخت انتقال دادن به یه بز و بزه همون پروتئین رو ساخت و تو شیرش دیدیم. دقیقاً همین. دو میگه چی؟ میگه نوعی پروتئین ارزشمند در طبیعت از عنکبوت به بز منتقل شد. بچه‌ها پروتئین منتقل نشد که، ژن اون پروتئین منتقل شد. پس دو غلطه. 3. از فنون آزمایشگاهی برای تغییر در محتوای دنای عنکبوت استفاده کردن. نه دیگه دنای عنکبوت رو کار نداشتن، دنای بزه رو تغییر دادن. 4. از روش‌های استفاده شد که فقط به تازگی زیستشناسان آنها رو پیدا کردن. نه به تازگی هم نیستش، خیلی وقت پیش این کارا رو می‌کردن. پس فقط به تازگیش چیه؟ غلطه. مدت هاست که کتابتون میگه زیستشناسان میتونن با استفاده از مهندسی ژنتیک این کارا رو انجام بدن. 27. در ارتباط با بررسی دستگاه گوارش انسان مشاهده کدام مورد یا موارد زیر ممکنه؟ در نظر بگیریم که منظور از سر و دم لوزالمعده به ترتیب بخش پهن‌تر و باریک‌تره. لوزالمعده چه شکلی بود؟ لوزالمعده یه همچین شکلی داشت اگه یادتون باشه. خب داره میگه سرش اینجاست، دمش هم اینجاست. بریم ببینیم. الف، قرارگیری دم لوزالمعده در جلوی انحنای کوچکتر معده. خب نه دیگه این اصلا انحنای کوچکتر هم تو اون چند تا سوال بالاتر بود فکر کنم با هم دیگه دیدیم. این غلطه. دمش اتفاقا در جلوی انحنای بیشتر یا بزرگترش قرار داره. خب قرارگیری سر لوزالمعده در پشت ابتدایی ترین قسمت 12. بله اینجا دقیقاً این شکلی بود، 12 قرار می گرفت. قرارگیری تمامی بخش‌های کیسه صفرا در پشت لوب بزرگتر از کبد. نه دیگه اگه یادتون باشه شکلش اینجوری بود. من اینجا کنارش بکشم. این یه تیکه از کبد زده بود بیرون، این کیسه صفرا یه همچین داستانی بود. تمامی بخش‌ها خودتون می‌بینید، باید یه ذره بهش شک کنید. دال، اتصال مری به بالاترین بخش معده پس از عبور از دیافراگم. اینم غلطه. شکلش هم یه بار براتون کشیدم دیگه. گفتم این معده اگر این شکلی باشه خب بالاترین بخش معده بچا اینجاست، ولی مری میاد اینجا متصل میشه، پس به بالاترین بخش وصل نمیشه. دال هم غلطه. فقط ب درست بود. جواب میشه گزینه 3 که البته ما همون جایی که ب رو پیدا کردیم الفو که رد کردیم این گزینه رفت، این گزینه هم رفت، مون ب و دال. وقتی جیم فهمیدیم غلطه دال هم باید بررسی میکردیم. نه اوکی. 28. مطابق با مطالب کتاب درسی در ساختار گروهی از مولکول‌های زیستی که توسط شبکه اندوپلاسمی ساخته می‌شوند اتم نیتروژن دیده نمی‌شود. در خصوص بعضی از این مولکول‌ها کدام مورد نادرست است؟ خب گروهی از مولکول‌های زیستی که توسط شبکه اندوپلاسمی ساخته می‌شوند و اتم نیتروژن دیده توشون نمیشه، یعنی پروتئین رو بذار کنار میمونه لیپید. میگه بعضی از این مولکول‌های لیپیدی کدام مورد چیه؟ نادرسته. خب باشه. یه ذره صورت سوالش بده، دوستش نداشتم، یعنی یه جوریه. حالا ببینیم کدوم نادرسته. میگه نسبت به کربوهیدراتی که دارای انرژی برابر آنهاست سبکتره. آره خب ما میگیم آقا 1 گرم این با 1 گرم اون اگه مقایسه بشن خب انرژی این لیپیده بیشتره. خب پس اگه بخوایم انرژی برابر باشه پس باید گرماژ یا وزن اون لیپیده رو کمتر بکنیم. خب پس کربوهیدراتی که بخواد هم انرژی بشه با یه لیپید احتمالاً باید وزنش کمتر از نصف باشه اون لیپیده. از نظر تنوع عناصر سازنده مشابه رشته‌های پروتئین کلاژن هستند. خب رشته پروتئین کلاژن چند تا توش هست؟ CHON. اونور تو فسفولیپید ما در خصوص بعضیشون داره میگه تو فسفولیپید چی داریم؟ CHOP داریم. فسفولیپید بود دیگه، پس اینم درست. 3. اتصال اسیدهای چرب خمیده به دو طرف مولکول گلیسرول در آنها ممکن است. نه اصلا در هیچ کدومشون ممکن نیست. به دو طرف وصل نمیشد، همه اینا به یک طرف وصل میشد. چه فسفولیپید باشه که 2 تا بود، چه تریگلیسیرید باشه که 3 تا بود. در هر صورت به یک طرفه، به دو طرف نیست. تعداد آنها در لایه درونی غشای یاخته جانوری نسبت به لایه بیرونی بیشتر می باشد. این در مورد کلسترول درسته. در یک یاخته جانوری نوعی اندامک با ساختار کیسه‌ای در ساخته شدن پروتئین ها شرکت می کند. خب کدام مورد ویژگی
سطحی از این اندامکه که ظاهر فرو رفته یا مقعر دارد. در نظر بگیرید این یاخته تمامی انواع اندامک‌های یاخته جانوری. خب منظورش در مورد چیه؟ شبکه آندوپلاسمی چیه؟ زبره، چون رناتن که کیسه نداره. خب حالا میگه سطحی از این اندامک که ظاهر فرو رفته دارد، یعنی اون تیکهش که به هسته نزدیک تره. مثلا اگه این قشا درونی هسته باشه، این قشا بیرونی هسته، مثلا این تیکه، این قشای مثلا آندوپلاسمی زبره داره راجع به این حرف میزنه. میگه فاصله کمتر از لایه درونی قشای یاخته داره. نه اتفاقا به قشای یاخته خیلی فاصله داره. 2 به هسته وقتی نزدیکی یعنی با قشای یاخته فاصله زیاده. ارتباط با فضای بین قشای بیرونی و درونی داره دیگه. آره نگاه کن اینها، این ارتباط داره با این فضای بین بیرونی و درونی. این درسته. 3 مجاورت با شبکه‌ای گسترده از لوله ها در سیتوپلاست. داره صافو میگه. خب نه دیگه مجاور نیست که صاف کلا اونوره. اتصال به پروتئین های منفذدار در قشای بیرونی هسته. نه این فقط خود قشای هسته است که بهشون اتصال داره. آندوپلاسمی زبر با اون پروتئین های منفذدار هیچ ارتباطی نداره. سی مطابق با مطالب کتاب درسی چند مورد ویژگی مشترک مهمترین آنزیم های مطرح شده در فرآیند همانندسازی دنای هسته یاخته اصلی غده معده را بیان می‌کند. الف شرکت در فرآیند جداسازی پروتئین های هیستون از دنا. نه اینا نیستن. هیستون ها رو آنزیم های دیگه ای انجام میدادن. در راجع به دنابسپاراز و هلیکاز حرف میزنه. شکستن پیوندهای درون واحدهای سازنده. نه درون واحدهای سازنده بارها گفتم اصلا هیچ پیوندی رو در فرآیند همانندسازی داخل نوکلئوتید چیزی نمیشکنن. واحد سازنده نوکلیک اسیدها میشه نوکلئوتید. درون نوکلئوتید هیچ پیوندی شکسته نمیشه در این داستان. بریم جیم. میگه اثرگذاری بر روی پیوندهای حاضر در پله‌های مدل مولکولی. خب بچه نگفته تشکیلات، داره میگه اثر میذاره. اولا که اون پیوند هیدروژنیه. خب داره میگه اثر میذاره، نمیگه تشکیلش میده. اگه میگفت تشکیل هیدروژنی من میگفتم غلطه. خب اما اگر میگفتش که عرض کنم که اثر میذاره روش، میگم درسته. چرا؟ چون دنابسپاراز میاد اینا رو روبروی هم قرار میده تا این پیونده تشکیل بده دیگه. پس اثرگذار. داد فاصله گرفتن از آنزیم های مشابه مربوط به همان جایگاه آغاز همانندسازی. آره دیگه تو اون حباب همانندسازی که تشکیل میشه دو تا دوراهی از هم دیگه دور میشن. دادم درست بود. 2 مورد دیگه. من نگاه میکنم درست بخواد یا غلط، چون چه غلط بخواد چه درست بخواد 2 مورد دیگه. گزینه 2 رو میزنیم یعنی میریم. خب اینم از این 10 تا سوال. بریم ویدیو بعدی 10 تا بعدی.